چرا علمای احناف رو جدی گرفتن؟ به خاطر از اینکه همین نوروز و نوروز پرستی در افغانستان و ایران و آذربایجان و ترکیه و این منطقه‌ای که زیاد احناف بودن این رواج داشت. در منطقه‌های دیگه که مثلا در عربستان و در یمن و در اون منطقه‌های دیگه اونقدر نبوده، از بین رفته. چرا که اونا وقتی که در رسول الله صلی الله علیه و در حدیث شریف امام ابو داود این روایت کرده و امام شیخ البانی او را حدیث صحیح گفته، میگه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و به مدینه منوره آمد، در مدینه منوره دید که 2 روز است که مردم او را تجلیل میکنن، عید میگیرن. عید چرا میگن؟ عید از کلمه عودت گرفته شده، یعنی سال در سال چی میکنن؟ امروز باز میآید. پارسال نوروز آمد، امروز باز امسال نوروز آمد. ایناله وقتی که رسول الله صلی الله علیه و مدینه منوره گفت چی میکنن؟ گفت که صاحب ما خو در جاهلیت همین 2 روزه تجلیل میکردیم. چرا تجلیل میکردیم؟ به خاطر که متاثر شده بودن. حال کسایی که فیلم هندی زیاد دیدن، در خانهشان سعی کنی زیاد رواجای اون دو هست. برای خانمت اگر ببری، اما کسایی که زیاد فیلم هندی سل میکنن، بریم برشان اگر به خانم خود یک کالای خوب، اما تو لکس افغانی، دامن خوب، اما تو لباسایی که مردمای اطراف جور میکنن خوب بوده 6000 7000 تا 15000 قیمت داره در شهر. اگر اینجا کالای افغانی برش میگی چی رو آوردی؟ این به درد نمیخوره. اگر بری 300 روپیه 300 کلدار در هندوستان یک دونه ساری اون دو رو بخری، میگه اوه بسیار چیز خوبش آوردی. چرا؟ متاثر از به فرهنگ اون دوها. این حال اهل مدینه متاثر شده بودن به فرهنگ آتش پرستا. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که الله بر شما تبدیل کرده. تبدیل چی معنی؟ یعنی عوض از 2 روز دیگه الله بر شما تبدیل کرده که عید قربان است و عید فطر است، که در اون روز لباس پوشیدن، خوشی کردن، کل چیز اونجا ثواب میبری. اما این روز است که تو را به بیدینی و تشبه با کافر و آتش پرست میسازن. ولی متاسفانه باز این قسمت که ببینی بسیاری کسایی که خدا خوب عالم و میگیرن باز میخیدن از این روز دفاع میکنن. حتی امی صوت چوبی را که بالا میکنن، امی صوت چوب هم این صاحب در نیپال و در اونجا یک قسم مردم هستن او یک چیز پرست میگن، پور مده این منبر گفتن نمیتونم، اونو مردم ها صاحب این صوت چوبا را بالا میکنن و سمبل خاصی است برای یک کار خرابه که او در زبان ما آمده نمیتونه، در این منبر جای پاک است ما او را گفتن نمیتونم، او سمبل از اون مردم است. من نمیفهم که مردم افغانستان این اثر از کجا گرفتن از اون مردم آوردن. یعنی هر چیز همه تو چشمای تا پت بگی و بیار به نام دین داخلش بکن، صوت چوب دین، در حالی که در اسلام بیرق جهاد است. بیرق جهادی که بیرق دستیج میده این قدر بود که یک مجاهد رو دست خود بگیرن تو بالا کده بتونن. این صوت چوب اگر ببرن بر از 500 نفر از پیش از کافرای را بکشن، خود این صوت چوب در فرق مسلمانا خطا میکنن میکشیشون. این به اسلام چی ارتباط داره؟ باز سر از این تکه ها را بند میکنه. این نذر است. نذر خو عبادت است. عبادت با چوب میکنی. یک اون دو که بیای سلام میکنه میگه اوه خود شما هم چوب پرست، ما هم چوب پرست. منتها چوب ما با چوب شما میفرق میکنه که ما هم چوب خود خود یک که سرخی سفیده و لب سرین کردیم. از شما یک سوت چوب خالی است. با اون دو آدم گپ زدن نمیتونه. با اون دو که ببین اون دو برات میگه خود تو هم چوب پرستش میکنی، تو هم خودم ماچ میکنی، تو هم خون از او کمک میخوای، تو هم خود اگه باران شد در روز نوروز نمیگی که بارانی را که ذات ذوالجلال میکنه او رو تو نسبت میدی به این چوب و نامش دینداری.